پس ای مسلمانی ملت تاجیک، برخیز از خواب گران، برخیز از غلامی، برخیز. تاریخ بزرگان اجداد خود را بیاموز، تاریخ باباهای خود را که موحد بودند و عزیز بودند بیاموز. ببین که این کفار چگونه من و شما را فریب داده. مجاهدین، قهرمانان ملت تاجیکی به خاطر وطنشان جنگ میکردند که قرآن و سنت دفاع بشود، به خاطر حفظ اسلام، حفظ ناموس، حفظ استقلال جهاد میکردند. اونها را به من و شما این کمونیست ها تعلیم دادند که باسمچی است. من و شما قهرمانان، دفاع کنندگان اسلام را باسمچی میگوییم، بعدشان میبینیم پس باز میخواهیم که عزیز باشیم. نه والله، ما عزیز نمیشویم. ما همان وقت عزیز میشویم که خود را تغییر بدهیم. ما همان وقت عزیز میشویم که لا اله الا الله را بفهمیم. امروز مسلمان است لا اله الا الله را نمیفهمد، توحید را نمیفهمد. عزت را همان وقت میتوانی دریافت که تو به ذات عزیز الله علاقه داشته باشی. هر کسی که جاهلیت را نشناخت، هر کسی که کفر و شرک و جاهلیت را نشناخت، اسلام را نمیشناسد. امروز زمانی که ما زندگی میکنیم یک جاهلیت است. پیش از این ما در اسلام بودیم، پیش از این ملت ما، اجدادان ما در اسلام زندگی میکرد. در عین اوج زمانی اسلام بود. الله سبحانه و تعالی میگوید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر یک اهل دیهه، اگر یک اهل شهر، یک دولت ایمان بیاورند و تقوا ورزند، موحد بشوند و پرهیزگار بشوند، موحد بشوند و به حکم الله و رسول حکم بکنند و حرام الله را حرام بگویند و از ترس الله ترک نمایند و حلال الله را حلال بگویند و به امید رحمت الله به حلال چنگ بزنند، بدانید که برکات الله از زمین و آسمان به شما میبارد. اما زمان خود را مسلمان بنامی، کلمه لا اله الا الله را ندانی، مسلمان بدانی، از گذشتگان اسلام خود چیزی را ندانی، مسلمان بدانی قانون کفار را بهترین قانون بگویی، مسلمان بدانی خود را خار و ذلیل در نزد کفار حس بکنی، در حقیقت روز به روز باز خار و زار و شرمنده خواهی شد. پس ای برادرانم و خواهران بزرگوارم، ای ملت مسلمان تاجیک، امروز دل هر یکی من و شما به هم دیگر می سوزد. همه می بینیم که همه خار و زار است. بیایید به قرآن و سنت بازگردیم، بیایید توحید را بیاموزیم، بیایید به ذات یکتا و تنها که همه مشکلی ها در نزد او حل می شود، به ذات الله رب العزت و الجلال به سوی الله بازگردیم. بیایید کمکمان را از الله بخواهیم، به طرز درست، به طرز صحیح کفر را ترک بکنیم، شرک را ترک بکنیم، کفار را ترک بکنیم، به سوی قرآن و سنت و مسلمین بازگردیم و به قرآن و سنت چنگ بزنیم. الله رب العزت و الجلال میگوید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، چنگ بزنید به حبل الله، قرآن و سنت همه، و جدا نشوید. ای مسلمان ها، عزت خود را در قرآن و سنت باز یابید و باز کابید. بدانید که همان وقت عزیز می شوید که به قرآن و سنت چنگ زده باشید. لا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح اولها. اول این امت عزیز شد با قرآن و سنت. اول این امت عزیز شد، روم و فارس را شکست داد، عزیز بود، به خاطر یک بردنان گریه نمی کرد، به واسطه قرآن و سنت شد، نه به چیزی دیگر. امروز من و تو هم
به واسطه قرآن و سنت می توانیم که عزیز باشیم. بیایید دست جمع باشیم، به قرآن و سنت چنگ بزنیم. لااقل این حالتهای وزنینی شما را زنده بکند، لااقل همین روزها شما را دوباره زنده بکند که طاغوت پرستی را ترک بکنید. تا امروز یک طاغوت لعین مرتد را پیشوا می گفتید، پدر می گفتید. ببینید که این پیشوای شما، پدر شما چگونه به شما معامله می کند. قسم به الله اگر تمام ملت بمیرد پروایی ندارد. شما 10 ساله هاست کفار روس را دوست داشتید، گفتید که اگر همین روس نباشد رزق ما نمی شود. این پوتین لعین، این دشمن الله و رسول را بعضی از طاغوت پرستان دعا کردند به نام مسلمان که خوب است و این است و آن است. جوانهای مسلمان امروز در لشکر کفار می جنگند بر ضد مسلمان. امروز یک پدر و مادر مسلمان فرزند زیبای بزرگ کرده خود را به لشکر کفار پوتین و این روسیه می دهد تا که دیگر جا رود مسلمان کشی بکند. همین شما هستید مسلمان، پس شما مستحق عذاب هستید. پس امروز باید توبه کنید، امروز به سوی حقیقت بازگردید، امروز به سوی توحید بازگردید، به سوی قرآن و سنت بازگردید، به سوی علمای اهل سنت بازگردید و رزق را، عزت را از جانب الله دانید. وگرنه روز به روز باز خوار و ذلیل شدن از این هم سخت‌تر نزدیک است. پس بارک الله فیکم و حیاکم الله